وطندارا خانه های از اینا که مکمل از چوب ساخته شده، خانه های سابقه قدیمی و از نقشایش مکمل چوبی هست. یعنی و دیگه این مردم که هست رسم و رواج و مذهبشان کاملا متفاوت‌تر است با ما مسلمانان. اما اگر ایثار دینش مسار دینش ما کار نداره، احترام داریم به مو هر عقیده‌ای که اینا دارن، ما احترام داریم بهش. دیگه مردم بسیار خوبی هستن، مردم بسیار اجتماعی هستن، از هر طرف مردم میان اینجا دیدن میکنن. یکی از لحاظ آب و هوایش، دوم یکی سرسبز است این منطقه و سومی است که مردم بسیار مشهور شده در خود سر پاکستان. و آمدیم که ببینیم که چی هست چی نیست اینجا. 25 रुपए ये असल कैलाश में भी आप लोगों ने बनवाया है कि किसी और जगह पे ये वाला? नहीं भाई, ये तो आपके शहरों में सिटी साइड पे मिल जाएगा? शहरों में पता नहीं। ये पता नहीं, ये دوستا و وطندارا، وقتی که شما با منطقه کلاش میایین از چیزهای کلچر از اینا که هست، ما شما باید یگان چیز باید تحفه باید بگیریم. یک چیز هست که یک تو خویی هست این قسم و بعضی چیزهای دیگر با شما نشان میتونم. یک ये टोपी में सर में पहनता है, लेडीज के लिए होता है ना ये दोस्तों। अच्छा इसका सही कैसे होल होगा? इसके साथ होता है एक मिनट। इस तरह। अच्छा पहले मेरा ख्याल ये है ना? नहीं पहले ये है, पहले ये सही करने चाहिए किस्म था। ये मुझे सर पे डाल दे, कैसे होगा? ये इस तरह होता है और वहाँ से دوستا این است رواج از اینا. اما هر جای یک منطقه کلاش بیاین شما همچین اینا میگرده، مثل که چادر باشن دیگه، ما قصه بکنید دیگه. و این با دختراست، با دخترها طبیق اوناست از این استفاده میکنن و بسیار کاملا ظریف دوخته شده، مقبول، زیبا. و همچنانی هم इसका नाम क्या है? ये शुशुत वो कपास। शुशुत कपास। यहाँ की ट्रेडिशन में जब बंदा फौत हो जाता है तो 2 दिन उसको मतलब रखते हैं, 3 दिन उसके बाद उसको दफनाया जाता है और बड़ी धूमधाम से। यानी मैंने जहाँ तक मैंने सुना यहाँ के कि जितना खर्चात ये शादी पे करते उससे दुगना तिगना में इधर यानी क्या पैसा قرار است که اینا وقتی که یکی از فامیلشون فوت میکنه اون به 3 روز اونا جشن میگیره بعد از اون باز مصرفش بیشتر اون का मसरफ कितना तक आ जाएगा? जो बंदा फौत करते हैं ना यहाँ पे 3 दिन के लिए कितना खर्च आता है मखारिज के लिए? 10 लाख 12 लाख 20 तक एक बंदे को हम बता रहा था। یعنی در حدود 10 یا 20 लाख रुपए تمام مصرف हमें जश्न फौतियागिरीशॉन میشه. अभी आप दफनाते हैं यानी चारपाई उसके ऊपर रखते हैं जिसका है। बिल्कुल सही बात। دوستا این برادره که ما به ما معلومات دیگر داده. قبلا این قسمی بود که اینجا همین میت اینجا که وقتی که این تخت است دیگه، همین تابوت است، بالایش میموند لوازم چیزی که داشت طلایش است که هر آن چیزشان که بود همه چیزش اینجا میموند. خب یکی خو انسان است وقتی که میموره بسیار بوی بد میته، یک خو اینا مزاحمت میشدن. دوم چی بود گپ ازی قرار است که باز اینا حال همین مردی خود دفن میکنه و لوازمش همینجا میبودن. اینا ببینید که چیز نمیگیرن ولی زیورات و طلا ملایش دیگه مردم میامد از اینجا دوزی میکرد. این چیزا که شما میبینید این تابوت است، همینجا مردمشان همین مردم کلاش دفن هستن. و در این شهر تقریبا حدود 7000 کلاشی زندگی میکنن در این منطقه و دولت پاکستان به اینا سهولت های بسیار زیاد داره میدن. به اینا هر قسم سهولت به اینا اینجا ارائه میکنن به مردم، چون که بسیار کم هستن از خاطر. دا مخکنی قبرستان ده نوی ये लोग स्कूल एजुकेशन वगैरह तरफ से जाता है कि नहीं जाता? हाँ जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये बाहर मुल्क में भी जाते हैं ये कैलाश। अच्छा हाँ बाहर मुल्क। और यहाँ पे लैंग्वेज कौन सा है? कैलाशी है? हाँ कैलाशी है। अच्छा और दूसरा क्या कुवार चलता है यहाँ पे? हाँ हाँ कुवार भी चलते हैं, पश्तो इसका पश्तो भी चलते हैं, इसका पख्तूल
زبان है ना हाँ 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 कैलाश का और जबान सही नहीं, इसका जबान और है हम हमारा जबान नूरिस्तानी है नूरिस्तानी ये नहीं है ये नहीं अच्छा ये नहीं ये नीचे रखते हैं आज इसका पूरा सामान भी इधर रखते हैं बेड भी हर चीज़ रखते हैं ये इंसान का बदन पे कपड़े वगैरह सब कुछ ये है। इसकी चारपाई जो हाँ, यहाँ पे इसने 100 की ज़िंदगी गुजारा है हाँ, इसका पूरा सामान و ها راستی یک دیگر به شما میگم که اینا که شما چپرکت میبینید این مربوط خودی از اون نفر است که میت است که اینجا فوت کرده و این هم چپرکتش هست اونجا هم چپرکتش هست هر جای چپرکتش هست یعنی اینجا کس قسمی است که لوازم زندگیش کس اینجا مندازه و این هم است قبرستانی هست که سابق از سابقایشان هست این است قبرستان جدیدشان متوجه هستید اینا گور نمیکنن که بگیم گور میکنن اینا گور نمیکنن اینا अच्छा बात सुने ये जो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है जलाते हैं क्या हिसाब है यहाँ पे कुछ नहीं जी गंदगी होती है यहाँ तो वो उठाते हैं जलाते हैं और यानी ये अभी फ्यूचर लिया के हुआ लिए है अभी लिया फ्यूचर के लिए मतलब जिस तरह ये है अच्छा 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 صحیح صحیح این زمینه اینا خودشان گرفتن با قسم قبرستان جدید میگن اینا را و اینا که از اینجاست همه چیزشان اینجاست این فرهنگشان هست که از این استفاده میکنن این مربوط به دخترها میشه فکر کنم که این قسم پوشیده میشه این قسم پوشیده میشه با خاطر دخترها است از بسیار چیزای ظریف استفاده شده بسیار مقبول است زیباست و رنگای بسیار متفاوت است مکمل رنگای متفاوت است این پرتفلاست این پرتفلاست این رو میبینید بسیار مقبول است دیگه وطندار این کلچر فرهنگ مردم کلاش هستن ये و راستی یک گپ دیگه ای که مردم چترال این مردم چترال و مردم گلگیت که توپی امی کلاهشان فرق میکنه از این قسمت فهمیده میشه دوخته شده و مردم گلگیت که دوخته شدگی نیست اینجا و این هم پرتاووس که ما شما میگیم یک قسم دیگه به نظرم که ایره بکشم زیبا معلوم میشه و آب هوایش مردمش و فرهنگش کاملا متفاوت است دیگه ما لباساشو با شما نشان دادم این هم از گندهای افغانی که ما شما میبینیم گند افغانی ببینید مثل گند افغانی ما شما وریسته دیگه قدر فرق نداره مردم نورستان مردم کنر مردم قندار و سمکس از همین چیزا استفاده میکنن و ولی ما شما از این چیز استفاده نمیکنیم از ما شما کمک تفاوت تر است دارا امی مردم امی منطقه که است مردم کلاش بسیار مردم اوپن مایند هستند وقتی که در خانه هایشان میرین تو رو نمیگیرن که روی بگیرن کسایی که از این منطقه می باشن وقتی که یک کسی که به نو میاید این منطقه اونا مستقیم میبره به خانهشان مزی شرم و دیگه گپ نیست که بالا شرم میکنن نه اینا گفته این اهالی این منطقه اینا کافر هستن یعنی کافر اینا رو میگن چون که مسلمان نیستن از این خاطر با ما عقیده مردم ما مسلمان ها دیگه بدون کرام شرم و دیگه فقط دوردشون تق میزن و داخل میشه با شما چای میته یا آب نوشیدین یا چای نوشیدین و یا اینجا یک رواج دیگه هم از شراب بسیار آزاد است اینجا و شما نمیگن که اگر شما خواسته باشین و شما پیاله شراب میاره یعنی خانه هایشان که میرین قسم بوی شراب میته دیگه شراب آزادانه اینجا فروخته میشه آزادانه داده میشه اینجا کلام ممنوعیتی نداره اصلا دیگه کاملا کلچر و فرهنگشان متفاوت است با دیگه مردم پاکستان دیدمشان مردم خوبی بدن دیگه خوب گذشت خوش گذشت و واقعا زیباست اگر طبیعت ببینید طبیعت زیبا هم داره
کوه هاست. این کوه ها ما مقابل کوه سمت است، یعنی نورستان ما می باشه. نورستان با اینا نزدیک هست.